شادی کنیم در فصل بهار، بیا شادی کنیم در فصل بهار. با پدر تجلیل کردن نوروز آرزوی همیشگی فاطمه مشربова زمانی نورسی بود. دختری خردی و ارکه خانواده همیشه از آن شکایت میکرد که پدرش کار را بیشتر از آنها دوست می‌دارد. خود سفیدکنی های پدر را اصلا قبول نداشت. ما چقدر زیق میشدیم، دلتنگ میشدیم که چرا پدر ماست در نزد ما، در نزد دسترخوان ما سرجم نمیشدیم. فقط پدرمون در حضور ما نبودن. راستی شکایت میکردیم، میگفتیم، لیکن پدرمون با ما میفهموندن، ما این چیز رو نمیفهمیدیم، درک نمیکردیم. پدر فاطمه ارتور مشربوف مشهورترین کارگردان آواز تاجیکستان، فرزند هنرپیشه معروف استاد مشربوف است. پدر هم اقرار میکند که معمولا جشن و عیدهای مهم از جمله نوروز را دور از خانواده پشت صحنه‌های کلان تجلیل میکند. چه خاطره ها دارید؟ نوروزی؟ بله. کور. حالا دیگر خودش هم مثل پدر در راستای جشن و عیدها در خانه کم پیدا است و اکنون پدر را درک میکند. وقت صنعتکار که شدم دیدم که این چیز خیلی دشوار بوده است. من هم در حضور خانه تماما من نیستم، پدر و مادر این کار مثال برعکس شد. با وجود سرکاری در راستای جشن نوروز، فاطمه اجرای آیین‌های مهم این جشن را از یاد نبرده است. او الکی خانه‌اشان را تازه کرده و به استقبال روز نو آماده است. هر یک مثال، هر یک شخص مثال بگیریم، در بدخشان همین چیز مهم است. رفتن و هر یک مثال تکاندن قالین ها، مثال تازه کردن در و تریزه ها، در آرد را در دیوال ها میپوشند و این یکی از رمزهای مثال سفید شدن مثال خانه، تازگی، همین میفهمیم که تازگی خانه و سفیدی را در خانه بیارد. نوروز برای او یک جشن خاص است. محض در این جشن چند سال پیش او برای بار اول روی صحنه آمد. اکثری آهنگ‌هایش هم در وصف بهار و نوروز و عشق و محبت است.